سلام بعد از خیلی مدت ها امید که کلگیشون جور باشید، سر حال باشید و گفته مردم که ایام بکامشون باشه. خوشم دینده برنامه امروز از من خیلی ساده و خلاص امروز بخوایم همراه شما صحبت کنم. خب دیگه دوستای عزیز، امید که ببینین ما خوشحال و سر حالیم. امیدوارم که شما هم اینجوری حالتون خوب باشه، یعنی روزای خوب خواهید بسپری کنید، یعنی همیشه وقتمون خوب باشین. دوستای عزیز، این مدتی که ما فعالیت نمیکردم، یعنی کجا بودم، تقریبا 2.5 سال بود که ما هیچ کدام ویدیوی در یوتیوب خو نذاشته بودم و این در مدت از 2.5 سال خیلی اتفاق افتاد، یعنی خیلی تغییرات هم در زندگی ما که البته دیگه نمیدونم از کجا شروع کنم و چیز خیلی بگیم و خلاصه گپ نمیخوایم امروز ویدیوی ما خیلی طولانی باشه، میخوایم یک خیلی ویدیوی کوتاه داشته شم. بلده آغاز از اینکه مثلا من بعد از این هستم قدر شما بعد از این سر شما رو در میرم دیگه. دوستا، ما در یک کشور جدید آمدم و یک فصل جدید از زندگی ما آغاز شده گفته مردم دیگه، یعنی یک مرحله زندگی رو مارد کردم در مرحله دیگه شیم که خیلی مرحله مهمه و امیدوارم که از امزین اول چه ما خودیم بلده از خود خیلی آرزوهای خوب مونم که مثلا آینده خوب کنار هم داشته شیم و همچنان بلده تمام بینندای همی آرزو دارم، یعنی بلده کلگی هم نسلای خوب که امیدوارم همیشه وقت خوش باشه، همینجوری شاد باشه، زندگی خوب داشته باشد کنار همسرای خوب دیگه. خب دوستامو، امروز نمیخوایم درباره ازی صحبت کنم که کجا بودم یا مثلا این مدت چه کارام کردم و چه اتفاقا افتاد، چون ویدیوی من خیلی طولانی میشه دیگه. فقط امی که ما بعد از این میام در یوتیوب و سرش مورد درد میرم. یک مسئله دیومی که ما کسته یک مرحله دیگه زندگی خوره شروع کردم، یه دو گپ همراه شما گفتم دیگه. یکی ما یک کشور دیگه آمدم، یعنی تقریبا مدتی 6 ماه، یعنی ماه 6 که ما در سویدنم، یعنی روزای دقیقه و روزای اولی که خیلی دقیقه داره و خیلی آدم تقریبا اینه بلدید شد بگم افسرده میشه، چون تانام شده ایمنه که میا ایمنم کسایی که در اروپایی درک مونده که چقدر سخته. یعنی مثلا امو یک نفرم که در خانه هسته مثلا شورت اون نیسته، مور سر کار تریک شومه نان مخورین دیگه صبح تا بال میشه که باز نفر نیارفته، ولی کنار میم دیگه. امروز خدا را شکر او روزیه که ما قد از این اتفاقا کل کنارم دو، یعنی خیلی خوبه دیگه، خوبه میگذره دیگه. البته که روزای رخصتی موم هسته فلان خانه عزیزم بیا بایم؟ بیا سلام بید. ما هم دیگه شما بایم؟ بیدونسته که نمیشه. سلام لایک سبسکرایب اینجی بیشین اینجی بیشین نه دیگه ما شب دیم میلی بیشین. سلام کردم. خب دوستا، امیر است همینجوری که گفتم بلدهشم شریک زندگی ما دیگه. ما شریک شدیم دیگه. چی آقاوایی بیم نگاه دوستا، بعد از این ما و امیر قراره که بلدهشم ویدیو جور کنیم و روز از روزمرگی های خوب از اینکه چه کارا مونیم ده اینجی. موافق هستم؟ باشه البته بگی. باشه خب مرم ده ویدیوی خمیره خوشحال شدی؟ خب با پیشمی این اول ویدیو بود که از این زیاد کسته چیز نمونم
شرمندهش میگه بچه. آره ولایش سخته، ولی ما که بعد از 2 سال که میدونم پیش کامرا خیلی، یعنی نمیدونم چند ویدیویی که ما مثلا گفتم نه این دیگه ایشی، چون خیلی سخته آدم این که میشه ویدیو جرمونه ای بلده آدم شاید او سخت نیه، چون آدم عادت کده دیگه. یال ما که خیلی وقت نبودم بلدیم خیلی سخته که جلوی کامرا بایم رای شما صحبت کنم، یک ذره سخت‌تر شده بلدیم. ولی امروز چون اگنه این مال که ما ویدیو میگیرم این امروز دیگه خیلی بلدیست خود دل دیدم که بایم میمینه دیگه. یک ذره تاریکم به نظر من ویدیو ما، چون که بیرون ابری گفته گفته چی هوایی چون امروز بارندگی بود، خیلی بارندگی شدید دیگه. از خاطر مولام روشن کردم خیلی ویدیو تاریک میمد. البته این دستی بودن نگاه همیشه وقت بارندگی دیگه آدم یگان روزا که بخی اون روز که گرمیش نه معجزه دیگه، یعنی انگار اگرش تابستان خیلی زیاد گرمی میشه ولی بازم مردم روزایی که گرمی میشه انگار ایده، مثلا برو بیرون بکش تو اونجا، مثلا برو لب ساحل لب دریا اونجا برو دریاچه دیگه. خلاصه خانه نمیشنه. امروز روز خیلی خاصیه، روزای آفتابی در کل، بخصوص روزایی که رخصتی هم هسته دیگه. دوستا بعد از این باشین دیگه، قدر از ما حمایت کن، بسیار زیاد خوشحال شدم و یک شما را حمایت کنین ما بیشتر خوشحال میشم. و ما کسته یکی باز خواستم در یوتیوب باشم، دلیل خاص خود از خود رو، چون یک مدتی که ما نبودم خیلی بد مریض بودم دیگه. او روزا به دست خودم گفتم کاش که ما خوب زیاد ویدیو جور میکردم در یوتیوب خمیشتم و به خاطر دو دلیل. او زمان که ما خیلی مریض بودم این مثلا ما احساس میکردم شاید ما بعد از این تواناییش نداشتم که ویدیو برم، چرا وقتایی که ما داشتم تواناییش چرا ما ویدیو نگذاشتم دیگه. به خاطر از اینکه یک دلیل مو و یک دلیل دیگه ایه که مثلا ما یا حتی ویدیوهای سابق که نگاه منم خیلی خوش میاد، خیلی مثلا تا بعض وقتا دیدی دوستا کدام شرمنده میوی میگم ما اینجوری ما اصلا نتقمنیم. ما این ویدیوهای سابق رو نگاه منم خیلی خوشحال میشم، میگم ها ما یک زمان دیدم خلاصه خیلی خوش میاد. یعنی ما در یوتیوب خو ویدیوی از کسایی را از دوستای خودم دیدم که مثلا الان دیگه نیست، شهید شده. بعض روزا ما رو میبینم بلدیم خاطرات چه زنده میشن. مثلا این ما مثلا در یک زمان در او دوره بودم، یک زمان در او روزا مثلا ما موقعیت داشتم دیگه، بلدیم یادآوری میشه ولو که ناراحت کننده باشد ولی بازم خوش من میاد، چون میگم این مثلا یک یادگاری دروم از زمان دیگه. به این دلیل ما خواستم بعد از اینکه رقم باشم ما در یوتیوب خوب باشم و از هر چیز که دیلم خواست و هر چیز که خودم دوست داشتم بلدشم در اشتراک کنم که دیگه. البته تونا از دیل از من نیه، شما هر چیز در کومنت که بگین، مثلا درباره ازی که چی رقم خیلی زیاد درباره ازی چیزا از من سوال شده بود که تو چی رقم رفتی، چند مدت طول کشته. از من خود زیاد طول نکشید تا کار همه جور شد، خیلی زود جور شد. ما خیلی زیاد استوریای من رفقا دوستا مثلا نمو دخترایی که در جاغوریه مثلا پیام میده که تو چند مدت شده که رفته، یا مثلا چقدر دیر شد کارای طول کشید تا تو اونج برسی، یا مثلا اینترویو تو چقدر بعد از چند مدت مثلا اینترویو تمام دیگه نه بعد از اینکه کارایت انداخت. این خیلی سوالای زیاده در راجع به این چیزا. بازم اگه شما در کامنت از ما سوال داشتین و خواستین که ما بلدشیم یک ویدیو جور کنم، البته که ما این کارمون 100%، چون ما اون روزا که کارهای ما گریز جور شد دنبال ازی بودم که مثلا یک نفر ما را بگه که مثلا اینی قصدیر مثلا کارد قبولیست ما یا چیزا، ولو که نمیمادم ما کم رایز ما گفت یعنی خوشحال میشدم، ما گفتم ها اینی قصیات این مثلا دیلم تکیه میگرفت دیگه. از خاطر یالم تمی چند روز پیشم یک از دخترات ما سوال کرد دیگه، می چند روز پیش این هفته 3 روز 4 روز هم نمیشه. باز ما گفتم شاید خیلی در این باره مشکل داشته شد. البته اگه خواستین برنامه جور مگر لازم نبود که اشکال نداره. باز اگه خواستین در کامنت بلدیم نوشته کنین ما بلدشیم ویدیو جور. دوستا
امروز دیگه یک آغاز بود دیگه، بس دیگه ویدیوم طولانی میشه دیگه. کسایی که نو در چینل از مامایا بسیار زیاد خوش آمدید. امیدوارم که بمونین و دوستای همیشگی مو باشین تا برنامه بعد.